دوستان عزیز، خوش آمدین به کانال ما امروز یک نمود چکچک نشان میدیم به شما. مرحمت شما تماشا کنین. ما طرز پختن خودمان نشان میدیم. ما در چکچکمون 4 دانه تخم، نیم قاشق میده ساده، یک کم تا به خواست دلتون، نه شیرین نه چی، من به خواست دل میدوزم، برام که گرم نکشتم. شکر میاندازیم، کم ترک نمک سر میکنیم خیلی دانه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما با چشم میدازیم نیم قاشقچه سودا، کمترک نمک کمتر برای طعم مزهش. بسم الله الرحمن الرحیم. ما آرد رو همراه کردیم. دی ملایم که اصلا میچسبه.
کنجد سفید داریم.